سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستین انشالله؟ ما از طریق بنیاد خیریه باران رحمت امروز به شما آمده بودیم. دیگه فکر کنم که اکثریتتان کالا و کتاسی مکتب به دست آوردید. انشالله خوش هستین؟ بله. و از بنیاد خیریه باران رحمت تشکر میکنید؟ خارقای عزیز، پیام باران رحمت بر شما است که شما علم بیاموزید. درست است؟ یک مقوله ما شما داریم در عربی چی میگن؟ میگه الام مدرستون. میگه مادرها که است چی است؟ مکتب است برای اولاد. اگر مادرها یا خواهرکای ما علم بیاموزن، در آینده ها اینا میتونن که اولادای خوب با تحصیل، دکتر، انجینر، سرکساز، مکتب ساز بر جامعه تقدیم کنند. اما شما کل ما ضرورت داریم که خوب دکترای لایق از شما داشته باشیم. کسایی که میخواهند در آینده دکتر شود دست بلند کنن، ماشاءالله. و کسی که میخواهد معلم شود دست بلند کنن، یک نفر. تو چرا میخوای معلم شوی؟ تو چرا میخوای معلم شوی؟ مکتب در مکتب تو معلم کم است. خاطر که معلومشان کم است، خاطر از معلوم شد که در آینده نوابای خیلی مرا خیلی دوستان عزیز، ما این منطقه را که ارزیابی کردیم، در اینجا فکر کنم که استادات تعدادشان کم است. از این خاطر بارک ما شافی شده که در این مظهر خدمت در جامعه. آفرین ماشاءالله. اگر شما تعهد میسپارید که بخیر درس بخوانید؟ بله. ماشاءالله. شما در مکتب دیگه چی مشکلات دارید؟ یک نفر به نمایندگی از یک نفر تان کی صحبت میکنن؟ تو صحبت میکنی؟ استاد شما بریم. اسم چی است؟ ملکه. ماشاءالله. در مکتبتان چی مشکلات دارید؟ کمبود استاد دارم، کتاب ندارم. کمبود استاد و کتاب ندارید. دیگه مسئله آب آشامیدنی یا چی مشکلات دارید؟ دیگه کی میخواد صحبت کنن؟ اسم چی است مادر جان؟ سمیرا نظری هستم. سمیرا نظری. مطالعه صنف چند هستی؟ خب بسیار خوب. در مکتبتان چی مشکلات مواجه هستید؟ چیز کمبود آب است. دیگه سولار و چیز ندارم. گرم است بله بسیار خوب. بفرمایید مادر جان. کی میخواد که در مکتبتان سامانهای بازی به خاطر شما جور شده وقت تفریح؟ دست قبلا کنه کسی میخواد. به خاطر سپورت و به خاطر سایه سرسبزی کی میخواد جور شود؟ دیگه کسی که نمیخواد استاشون پایین است. کلنگی میخواد. بسیار زیاد تشکر. من انشاءالله بر شما از طریق رهبریت بنیاد خیریه باران رحمت وعده میکنم که بر شما در مکتبتان انشاءالله سایه سرسبزی جور میکنیم و کوشش میکنیم که اول مسئله آبتان، آب آشامیدنی مسئلهش حل شود تا که خود مکتب فضایش حال دیدم بسیار اولیتان خاک پر است. این سرسبز شود و در آینده ها ما بتونیم اینجا وسایل سپورت بر شما و وسایل در وقت تفریح از استفاده کنیم انشاءالله مهیا میسازیم. دیگه جهان سپاس از شما وقت نمیگیریم. شما توجه به علمتان داشته باشید و انشاءالله در آینده کلتان در جامعه ستاره های درخشان شوید. درست است؟ دیگه چیز گفتنی نداشتین؟ خداحافظتان. الله حافظ.